برای باری اول در چند سال اخیر گوشت گاو در بازارهای پایتخت تاجیکستان به طور بی‌سابقه کمچین شده است. در پشت دکان‌های گوشت فروشی که احیانا فعالند، تعداد زیادی خریداران نوبت می‌پویند. دکان‌های فعال اکثریت مربوط به ماموریت بازارها است که به خاطر بیگوشت نموندن بازارهایشان باز نگاه می‌دارند. ما هر روز از حکومت شهر از ذخیره‌ها سه گاو با نرخ 40 سومون وارد کرده هستیم. با اجزای بازار با 400 کیلو دیگر رئیس بازار تامین میکنه. چهار دکان دیگه هست و یا اجزای صاحبکارای 400 کیلو 420 کیلو وارد کرده هستیم گوشت. اما این تعداد گوشت گاو در یک بازار نچندان بزرگ دوشنبه برای خریداران کافی نیست، زیرا اکثر دکان‌های صاحبکاران بسته است و پشت در آنها اعلانی به اجاره دادن نصب شده است. تاجران در دیگر بازارهای گوشت فروشی پایتخت در دکان‌هایشان را بسته میگویند با چنین قیمت‌های معین شده نمیتوانند به تجارت گوشت مشغول شوند. امروز بازار بود لینسکی رایون چهارشنبه بازار. خاطی بالودا رفتیم مول گرفتن نتونستیم. به خاطری که کیلو برکش میگن که 45 سومونی معقول باشد گیرین. 45 سومون کشته برکش میگن گیرین. و همین خاطر اخی هر کی قصابا بازار همه قصابا بانکروت شدن اخی. بازار خودشون نمیکنن کو. از طرف حکومت میگن 40 سومون گوشت فروشین. همین خاطر مول نگرفتیم اومدیم دست خالی اومدیم. خریداران میگویند دکان‌های هم که گوشت دارند با قیمت 40 سومونی گوشتی برابر با روغن را میفروشند. گوشت گاو نیست گفتن تمام دیگه چی سببش نگفتن انا گوشت گوسفند گرفتیم برامون. دفیسیت و یا کمچینی گوشت ساکنان پایتخت را به بازارهای بیرون از شهر دوشنبه میکشاند که حداقل با قیمت‌های گرانتر هم باشد گوشتی با صفت به دست دارند. در همین محله معروف به کلخوز رسیه هم در سه گوشت فروشی که ما مشاهده کردیم همه بسته بود. اکثر خریداران برای پیدا کردن گوشت تا ناحیه رودکی می روند که میگویند آنجا نرخ گوشت تا به 46-47 سومونی رسیده است. مقامات شهرداری دوشنبه اعلام کرده بود که برای تامین ساکنان به گوشت و تنظیم نرخ آن در ماه شریف رمضان در 4 گوشه پایتخت یارمرکه‌های فروش گوشت و محصولات کشاورزی تأسیس داده است. اما به نظر می‌رسد این یارمرکه‌ها تا امروز به تنظیم نرخ گوشت و تامین ساکنان به این محصولات نیاز مردم کافی نیست و مردم برای تهیه طعام سرغذا برای افطار در پیدا کردن گوشت سرگردانند.